مرکز گفتگو برای همکاری. جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. نامه سرگشاده احزاب سیاسی کردستان ایران خطاب به کشورها، نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشر درباره کشتار مردم ایران. ب. شورای محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورها و نهادهای پیشرو جامعه بین الملل، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر. جمهوری اسلامی ایران بیش از 3 هفته است که بیرحمانه به جان مردم برخاسته است. مردمی که از نبود آزادی سیاسی، فقر، گرسنگی و فساد حکومتی به سطوح آمدند. این رژیم دیکتاتور برای پنهان کردن جنایات و کشتارهای جمعی و پاک کردن اسناد و آثار اقدامات غیر انسانی خود، خطوط اینترنت را قطع کرده و تمامی راه‌های ارتباطی با جهان خارج را بر مردم کشور مسدود ساخته است. دستگاه سرکوب رژیم در این اعتراضات مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. هزاران نفر کشته شدند که 10 نفر از آنان زن و افراد زیر 18 سال هستند. هزاران نفر نابینا شدند. 10 هزار نفر بازداشت شدند و هزاران مجروح نیز از ترس بازداشت جرأت نمی کنند برای درمان زخمهای خود به بیمارستانها مراجعه کنند. رژیم ایران با حاکم کردن فضای نظامی بر کشور، نفس مردم را بریده، مانع آشکار شدن حقایق شده و حتی در کردستان از ترس گسترش تظاهرات نه تنها اجازه نمی دهد خانواده‌های جانباختگان عزیزان خود را در زادگاهشان به خاک بسپارند، بلکه برای تحویل اجساد فرزندانشان مبالغ هنگفتی تا 1 میلیارد تومان مطالبه کرده است. این رژیم دیکتاتور که طی 5 دهه گذشته کردستان را با نگاه امنیتی و نظامی اداره کرده و پیشتر نیز در آغاز خیزش ژینا، زن، زندگی، آزادی، جنایات بزرگی علیه بشریت مرتکب شده بود، بار دیگر دست به جنایت زده است. در اعتراضات ایلام، کرماشان و لرستان، صدها معترض با سلاح‌های نیمه سنگین جان خود را از دست دادند. با این حال، کشتار، بازداشت‌ها و فضای سرکوب، اراده مردم کردستان برای مقاومت و مبارزه را تضعیف نکرده است. همین هفته گذشته تمامی کردستان ایران در پاسخ به فراخوان 7 حزب سیاسی با اعتصاب عمومی سراسری بار دیگر صدای تسلیم ناپذیری و حق طلبی خود را به گوش جهان رساند. اکنون با توجه به وضعیت داخلی ایران و کردستان از جمله خطر قریب الوقوع قتل عام مردم معترض، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به هیچ قانون و اصل جهانی و بی تأثیر بودن تلاش‌های دیپلماتیک تا امروز، مسئولیت واکنش، اعتراض و یاری رساندن به مردم ایران بیش از هر زمان دیگری بر دوش شماست. واضح است که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی غیر مسئول آستین‌های خود را برای جنایت و کشتار مردم انقلابی و آزادیخواه بالا زده است. از این رو جامعه جهانی موظف است یکپارچه صدای خود را بلند کند و با متوقف ساختن این رژیم به اراده مردم ایران و ملت‌های تحت ستم برای تغییر نظام احترام گذاشته و یاری رسان آنان باشد. ما احزاب سیاسی کردستان ایران از جامعه جهانی می‌خواهیم صدای مردم به پا خاسته ایران را بشنود. کشورها و سازمانهای حقوق بشر مسئولیت خود را بپذیرند و با تمام توان و به هر شکل ممکن این رژیم آدمکش را متوقف کنند. حق تعیین سرنوشت ملت‌های ایران در دست خود آنهاست
و توده‌های مردم و ملت‌های تحت ستم با مبارزات چند دهه گذشته خود علیه حاکمیت ایران نشان دادند که شایسته آزادی و زندگی انسانی هستند و برای آن مدام قربانی می‌دهند. شما با یاری رساندن به مردم ایران و حمایت از آنان در این مبارزه بخشی از مسئولیت تاریخی خود را به انجام می‌رسانید. امضا حزب آزادی کردستان پاک، حزب حیات آزاد کردستان پژاک، سازمان خبات کردستان ایران، کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کومله زحمتکشان کردستان، حزب کومله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران. جمعه 26 دی ماه 1404